جیمیل. از استفاده از نام کاملتان در حساب خود اجتناب کنید. شما باید نام اصلی و تخلص خود را در حسابتان خصوصی نگه دارید. حسابتان را با نام جعلی یا لقب بسازید. از یک رمز عبور پیچیده استفاده کنید. به صورت متواتر رمز عبور خود را تغییر دهید. هرگز از یک رمز عبور در سایر حسابها استفاده نکنید. برنامه‌های مدیریت رمز عبور یا پسورد منیجرز می تواند به شما در داشتن رمز عبور قوی کمک کند. شامل داشلین، استیکی پسورد، لاست پاس و پسورد باس. مدیریت حریم خصوصی آنلاین شما در تمام سرویس‌های گوگل اولویت شماست. برای ایمن کردن حساب‌های گوگل خود از احراز هویت دو مرحله‌ای یا تو فاکتور اتنتیکیشن استفاده کنید. در صورت استفاده از کامپیوتری که از شما نیست، با در نظر داشت مراحل ایمنی وارد حساب جیمیل خود شوید. برای استفاده خصوصی تر از اینترنت می توانید از یک شبکه خصوصی مجازی VPN استفاده کنید. یک حساب کاربری جیمیل در معرض خطر را می توان نجات داد. اگر ممکن است جیمیل شما هک شده باشد، تصرف شده باشد یا به نحوی در معرض خطر قرار گرفته باشد، برای بازیابی آن می توانید دستورالعمل‌هایی را دنبال کنید. حساب جیمیل خود را در برابر فیشینگ ایمن کنید. فیشینگ استفاده از ایمیل‌های جعلی، پیام‌ها، تبلیغات یا وبسایت‌هایی است که از وبسایت‌های قانونی که شما اغلب بازدید می‌کنید برای سرقت معلومات شخصی یا دسترسی به حساب‌های آنلاین تقلید می‌کنند. در مورد جزئیات مالی یا شخصی شما می‌پرسند. از شما می‌خواهند نرم افزاری را دانلود کنید یا روی یک لینک کلیک کنید. خود را به عنوان یک شرکت معتبر مانند بانک، پلتفرم رسانه اجتماعی که شما استفاده می کنید یا سایت کار شما معرفی می کنند. وانمود می کنند که فردی هستند که می شناسید، مانند یکی از اقوام، آشنایان یا همکاران شما. دقیقاً پیامی برای شما می فرستند که شما از یک منبع با اعتماد دریافت می کنید. از این نکات برای دوری از درخواست‌ها و پیام‌های گمراه کننده استفاده کنید. به هشدارهای گوگل توجه کنید. هرگز معلومات شخصی را در صورت درخواست ارائه ندهید. هرگز پس از کلیک روی لینک رمز عبور خود را وارد نکنید. مراقب ارتباطاتی باشید که خیلی فوری و عالی به نظر می‌رسند. قبل از اینکه کلیک کنید، توقف و فکر کنید. برای شناسایی ایمیل های فیشینگ از جیمیل استفاده کنید. از قابلیت مرورگر ایمن کروم استفاده کنید. هر گونه رمز عبور ذخیره شده مشکوک را بررسی کنید. با تنظیم احراز هویت دو مرحله‌ای یا تو فاکتور اتنتیکیشن از رمز عبور حساب گوگل خود محافظت کنید. در صورت دریافت ایمیل فیشینگ، گزارشی به گوگل ارسال کنید. امنیت حساب خود را تقویت کنید. به منظور محافظت از حساب گوگل خود، اقدامات زیر را به طور منظم انجام دهید. بررسی امنیتی انجام دهید. نرم افزار خود را آپدیت یا بروز رسانی کنید. از رمزهای عبور ایمن، پیچیده و منحصر به فرد استفاده کنید. هر گونه برنامه افزودنی و برنامه‌های غیر ضروری مرورگر یا براوزر خود را حذف کنید. روی پیام‌ها و محتواهای مشکوک کلیک نکنید. توجه داشته باشید که گوگل و یاهو ایمن‌ترین خدمات ایمیل را ارائه نمی‌دهند. هیچ یک از آنها پیام‌های شما را به صورت سرتاسر رمزگذاری یا end-to-end encryption